سلام بچه‌ها، چطورین؟ من سعیدم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها خیلی خوش اومدین به کانال سعید جی 6. امروز اومدیم با یه آموزش خفن دیگه با لیمی. امیدوارم تا اینجای کار ویدیوهای من راضی بوده باشین. بچه‌ها همین اول تا یادتون نرفته این ویدیو رو لایک کنین، بازنش اگه دوست داشتین بکنین. لینک کانال رو می‌ذارم داخل توضیحات، حتما جوین بشین. دمتون گرم. بریم بچه‌ها. امروز اومدیم با یه ویدیو متفاوت از ساخت و سازها. قرار امروز یه پمپ بنزین بسازیم بچه ها. ابعاد پمپ بنزینی که قراره بسازیم این زلمو 16 و اون یکی این یکی بلند 33 تا بلاکه، پس شد 16 در 33. بعد این بلاک کوارتز سفید میخوایم، از این رنگ اورنجی میخوایم، پرتقالی، گلس مربع میخوایم، یه سنگ سیاه میخوایم. اینا هم چیزی نیست، میندازیم به زبالدان تاریخ و سلام. فعلا همینا رو میخوایم، پس بریم که شروع کنیم. بچه از این زلی که سمت 16 با بلاک سفید 4 تا میذاریم رو هم. این 4 تا رو تا این رأس زل ادامه میدیم و دیوار میسازیم. One eternity later. ها بچه این دیوار رو ساختیم. حالا برای جلوی این دیوار 4 تا بلاک میاییم. ببینین 4 تا بلاک اون سمتش هم همینجوری بیاین و اینو تا بالا برین. این هم از این دیوار، این 4 تا رو اومدیم بالا. جلوی این 4 تا که اومدین حالا 6 تا بلاک باید گلس بذاریم. این 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا اونورم مثل همین تا همین دیوار میاریمش بالا. خب بچه این هم 6 تا گلسمون آوردیمش جلو. حالا اینجا 2 تا بلاک مثل همینا میایم بالا تا ارتفاع گلسامون. جاهای بلند دیگه براتون کات میکنم، ویدیو زیادی هم گونده نشه. این 2 تا چیزو دیوار رو کفش رو به هم وصل میکنیم. ببینید نه همین از همین سنگ سفید بذارین، وصل میکنیمش به هم به این شکل. کار بعدی که باید کنیم کنار اینجا یه دیوار میسازیم. حالا یه تیغش من برم، این 4 تا 5 6 7 8 تا این ورش هم مثل همان 4 5 6 7 8 تا. خب بچه بعد این میایم اینجا گلس باید بذاریم 1 2 3 4 تا. اینو به ارتفاع 4 تا میبریم بالا. این ورم همینطور. این 4 تا 4 تا. لبه های این از این شیشه گلس های یه طرفه میذاریم این شکلی. ببینم قشنگ میبینین یا نه. همین اینو فعلا بذارید باشه. بعد این مرحله باید بریم کف کار. کف کار رو کلا یه لایه میکنیم. حالا هر بلاکی که دوست داشتیم بزنیم. من میخوام شطرنجیش کنم. One eternity later. خب بچه اینم از کف شطرنجیمون تموم شد. بعد اینکه کف رو زدیم میریم سراغ این قسمت. از این بغل یکی مونده به شیشه بیاریم تا سقف. اینجا هم بزنیم به این شکل. اینجا یه دونه در میذاریم. بعد بغلش هم از اینجا شروع کنیم بیارینش بالا راحت تا سقف به این شکل. بغل همینم دوباره مثل همین یه دونه به این شکل. بغل درمون 2 تا دیوار میذاریم. همینو میاریمش بالا مثل کار بغل دیگه. اینو از اینجا دیوار نمیکشیم، از همینجا دیوارشو میکشیم به همین شکل ظاهری. و ببینید در شد 2 تا دیوار بلاک، در دوباره 2 تا بلاک. خب برای دیزاین داخل این به اصطلاح سرویس ها بچه کوارتز پله‌ای میخوایم. اینجوری برعکس بذاریدش، یه طرف در روش باز میکنیم. از این ظرف اسمش هم ببینید نوشته. یه دونه اینجا میذاریم، یه دونه اینجا میذاریم. اینم به عنوان جایی برای دست شستن درش هم میبندیم. یکی هم عین همین اینجا، اما
این سمتی میذاریمش، این پلچش، این ترپتورش بازش کنیم، اینم از اینم شیر آبش. چرا سخته اینجا بیرون اومدن؟ درش هم ببندین. خب بریم برای دیزاین این قسمت. بچه اینجا اولش یه در میذاریم، چرا من این ور بذاریم درسته. خب این درمون بعد از اینجا 7 1 2 3 4 5 6 7 یه دونه ورودی میمونه. عین همین رو این پشتم بذارین. خب این از این. حالا میریم سراغ پله کوارتز. از این سمت یه دونه اینجا بذارین، یه دونه اینجا، پشتشون اینوری باشه به عنوان حالا یه صندوق دیده بشه. خیلی هم باحال. اینجا هم شیشه کنین، البته وسطش نه، فقط کنارا. برای روی این پیشخون بچه ها این آیتم فریم رو میذاریم دوتا اینجا، این پشت رو تا یه بلاک بالا شلف میچینیم، دوتا اینجا دوتا هم اینجا. ما بینشون رو ترپتور میذاریم. چرا یه دونه پایین افتاد، این هم درستش کنم این شکلی. روی این هم میتونیم کیک بچینیم اگه بذاره. بذاریم مشکلش چین. اینو باید رو بلاک پایینی بذارم، من رو بلاک بالایی گذاشتم. خب اینجا هم کیک میذاریم، خوشگل. روی اینا هم از این تابلوهای نقاشی میذاریم. البته ببینم روی میذاره، چرا روی این کوچیکشو نمیذاره. خب این لحظه هم داریم، اینو میذاریم، اینم شد، اینم میذاریم جا به این شکل. One eternity later. خب بریم برای قسمت اینجا. اینجا رو از این ترپتورا بشینیم بغل هم تا اینجا. اینجا یه دونه باید یکی سیاده اینجا اینجوری ببندینش. بعد صندلی راحت اینجا بذارین. خب بچه پشت همینا دقیقا اینجا، نه اینجا صندلی بچینین، دوتا هم اینجا. حالا برای میزش اندروت میذاریم زیرش، هم نور داشته باشه هم زیبایی. دوتا هم کارپت، هر رنگی دوست داشتیم میتونیم بذاریم روش. خب بچه برای این قسمت فروشگاه پمپ بنزینم از اینجا 4 ردیف 1 2 3 1 2 3 قشنگ بوک شلف ها میذاریم، خوشگل. خب بچه بریم برای کارهای سقفش. از بلاک نارنجیمون استفاده میکنیم روی این شیشه ها. بعد اینجا کامل دور تا دور میزنیم. 2 دور باید اینو بریم. یه دور که رفتیم تمام شد، یه دور هم میاریمش جلوتر. الان بهتون میگم چیه داستانش. ای بابا عجله هم کردنی آدم میمونه عقب. خب اینی که زدیم، حالا یه دونه هم میاریم جلو، همینم دور تا دورش ادامه میدیم. خب بچه ها اینه که یه لایه دیگه آوردیمش جلو. حالا رو همین با بلاک زرد یه دونه دور تا دور باید همینو ادامه بدیم. خب بچه حالا بریم برای جزئیات سقفش. از بالای این بلاک دقیقا رو شیشه یه لایه با بلاک نارنجی میکشیم میاریم تا انتها. دوباره بالای همین شیشم همین کارو دوباره انجامش میدیم به همین راحتی. حالا برای این قسمت برای نور پردازیش باید کار کنیم. از این لنترنای لنترن دریا بیارین، این کنجا بذارین، به این شکل. بعد یه نمونهشو بهتون توضیح بدم. هر دوتا بلاک بذارین، یه سیاه، دوتا بلاک، یه دونه دیگه این چراغا، همینجوری ادامه بدین تا آخر که بشه اینجا.
برای همهشون این وسط نمیخواد، فقط این ردیف هایی که گذاشتم و ادامه بدین تا آخر. یکی دو تا در میون یه دونه چراغ بذاریم. بچه اینم از کارهای چراغا انجام شد، قشنگ متوازن و هماهنگ. کارتون که تموم شد روی اینو کلن با بلاک سفید میپوشونین. بچه اینم سقف سفیدمون کامل شد. دقت کنین میخوایم این کار رو درست انجام دادین یا نه. تو سرویس نگاه کنین، باید یه دونه هر کدوم از این لنترنا باشه توش، نورش دیگه تکمیل بشه. گردبادا رو خب بچه اینجا نرده آهنی میخوایم به این شکل بغل هم تو 3 تا بلاک این شکلی. این ورم همینطور 3 تا بلاک این شکلی. این ما بینش اسلپ میذاریم، از این اسلپ ها بذاریم. یه دونه اینجا، یه دونه وسط راه بذاریم. دوباره همین اسلپ رو بچرخونیدش این شکلی. حالا بلاک نارنجی مونه میاریم این وسط 2 تا بذاریم، اینجا رو 2 تا بیاریم بالا به این شکل. حالا بلاک سفید جلو بذاریم 8 تا، 1 2 3 4 5 6 8 تا. این ورم 8 تا، 1 2 3 4 7 8 این شکلی. خب بچه حالا برای اینا الان میفهمین چی یعنی اینا. از این هوکا میذاریم نارنجی ها رو، این وسط اسلپمون رو میذاریم پرش میکنیم. این ورم هوک بذاریم یه دونه اینجا. خب حالا از این تابلوهای نقاشی نفری یه دونه بالا میذاریم، این ور اون ورش بذاریم دیگه، از هر طرف یه دونه. خب این از دور الان شبیه چیه؟ اون پمپ بنزینه دیگه، خیلی شبیشه. بعد بلاک مشکی از یه دونه بالاتر این شکلی این ورم بذاریم. خب حالا بریم برای ردیف دوم پمپ بچه ها. 7 تا فاصله 1 2 3 4 5 6 7 تا 7 تا بلاک بذارین، یه اسلپ بذارین، اینا رو پاک کنین. خب این همونجا که اسلپ گذاشتین دوباره اینجا قشنگ بذارین که اینجا هم میخوایم یه ردیف پمپ دیگه هم بذاریم. خب مثل اونجا دوباره بلاک نارنجی 2 تا، این 3 تا میشه، این هم دوباره 2 تا 3 تا بیاد بالا به این شکل. حالا بلاک سفید برای ستونا 1 2 6 7 8 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 وسط اسلپ. بعد حالا هوک برای اینم. حالا تابلو نقاشی آخ این گذاشتیم و این ور نباید باشه، این ور باشه. صفحه دیجیتالمون مثلا این وره به این شکل نمای بالا. آها سیاه یادم رفت، بلاک سیاه یه دونه بالاتر 2 تا. این شکلی. خب بچه حالا بریم برای سقف جایگاه. از این سفیدا 1 2 3 4 جلوش 1 2 3 4 جلو 1 2 3 4 1 2 3 4 اینا هم بغل 1 2 3 4 اینم 1 2 3 4 به این شکل شد. ببینین از جلوی جایگاه نشونتون بدم. خب حالا دور اینو، دور این سرستونا رو باید با بلاک نارنجی ببین یکی میذاریم، یه دونه اینجا میذاریم، میکشونیم میاریمش تا برسن به هم این شکلی. حالا همینا رو ادامه بدیم ببریم. این شکلی
همین ادامه میدیم تا سقف این جایگاه فروشگاه دورش میچرخیم. خب اینم از اینجا ادامه باز میدیم میاریمش. خب بچه اینم سقف کارمون. حالا میریم ما بین ستونا رو اونایی که به هم میشه متصل کرد و متصل میکنیم، مثل اینجا اینا و این شکل. این هم امتداد میدیم میبریمش تا سقف این شکلی. این شکل شد سقفمون. خب بالاش نشون میده از جلوی جایگاه این شکلیه. اینه که زدین تمام شد. یه لایه رو همین نارنجی باید بلاک زرد بذاریم. بچه حالا میریم با لنترن سیاه یا دریا، هر اینا رو میبینیم همشون مکعب مربع یا مستطیلن دیگه، هر کدومو کنجاشون یه دونه از این چراغا میذاریم. خب بچه این شکلی شد. ما بین اینا که بازه با سنگ بلاک سفید پر کنین، یه دور عمل رو کلا بکشین که این چراغا دیگه دیده نشه. پس بریم ما بیایم. One eternity later. خب بچه اینم سقف بیرونی پمپ بنزین. اینه که زدین یه لایه عمل روش از همین سنگ سفید میذاریم. خب بچه اینم از سقف یک دست. من کف اینجا رو مثلا آسفالت کردم، بلاک سیاه چیدم. این میتونی خیابون یا اینجرت چه میتونی خیابون هم واسش بسازین و به همین ترتمیزی و خوشگلی یه پمپ بنزین خیلی قشنگ این بسط هم باز میتونین این بوتا بذارین. این هم تم داخلیمون خوشگل، سرویس ها، دستشویی، ظرفشویی، همه چی داریم اینجا. قسمت صندوق و کیک و خوشمزه و عالی. بچه اینم از پمپ بنزین این قسمتمون. دمتون گرم تا اینجا با من همراه بودیم بچه. لایک این ویدیو یادتون نره، برام کامنت بذارید، موردی درخواستی چیزی بود حتما بهم بگین. لینک کانال رو بیکامونم داخل توضیحات، حتما جوین بشین. دمتون گرم تا ویدیوهای بعدی. خداحافظ. Happy on the asset social, man. Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes. Fuck your kill this beat. Whoop it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out.